چرا 80% از آدمهای سخت کوش هنوز مشکل دارن؟ چون فقط اراده و تلاش به تنهایی آزادی نمیاره. پول دنبالی طرز فکره، نه فقط زور بازو. بیشتر مردم بیوقفه کار میکنن چون فکر میکنن عرق ریختن مساویه با امنیت. یه حقیقت تلخ، آدمهای پولدار فقط برای پول جون نمیکنن. اونا ذهنشون رو آموزش میدن که پول براشون کار کنه. اونا سیستم ها میسازن، اونا سرمایه گذاری ها میسازن، اونا عادت هایی میسازن که وقتی خوابن هم براشون پول در میاره. اگه همیشه ساعت های کاریت رو با پول عوض کنی، همیشه به یه سقف میرسی. از این فکر من برای پول کار میکنم. بیا بیرون، بپرس چطور میتونم کاری کنم که پول برام کار کنه. از یه جای کوچیک شروع کن، پسندازت رو خودکار کن، درآمد غیر فعال رو یاد بگیر، بلند مدت فکر کن. طرز فکرت رو در مورد پول عوض کن تا بازی عوض بشه. خب به من بگو، هنوز داری برای پول کار میکنی؟ یا بالاخره پول داره برات کار میکنه؟